شب را در حالی سپری کردند که در مورد شخصی که پرچم را به دست خواهد گرفت اظهار نظر می نمودند. صبح روز بعد همه نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حاضر شدند و هر یک امیدوار بود که پرچم به دست او داده شود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند علی کجاست؟ گفتند به خاطر بیماری چشمانش نتوانست حاضر بشود. دستور دادند که علی حاضر شود. او را آوردند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقداری از آب دهن مبارک خیش را به چشمان علی رضی الله تعالی عنه مالیدند. ایشان فوراً شفا یافت، طوری که گویا اصلاً چنین مشکلی نداشته است. آنگاه پرچم را به دست او داده و فرمودند نخست به پذیرش اسلام آنها را دعوت کن و حقوق الله جل جلاله را که بعد از اسلام بر آنان واجب خواهد شد برایشان بگو. آنگاه فرمودند به الله سوگند هدایت یک فرد به وسیله تو بهتر از شتران سرخ خواهد بود. و در این حدیث شریف ملاحظه کردیم که به علی رضی الله تعالی عنه فرمودند قبل از هر چیز اهل خیبر را به اسلام دعوت کن. بی تردید دعوت به اسلام یعنی دعوت به توحید، زیرا توحید در ضمن شهادتین است که رکن اعظم اسلام به شمار می رود. سپس فرمودند حقوق اسلام را برای آنها بیان کن که باز هم بزرگترین حقوق اسلام یکتاپرستی الله جل جلاله است و بعد از آن نوبت دیگر فرایض و محرمات می رسد. بنابراین کسی که به اسلام دعوت می دهد باید نخست به اصل دین که توحید است دعوت دهد، سپس به دیگر فرایض و محرمات بپردازد. حالا بیایید ببینیم که تفسیر و مفهوم این کلمه یعنی لا اله الا الله چیست و چرا این همه فداکاری ها و جانفشانی ها به خاطر رساندن این کلمه صورت گرفته است. شهادت به لا اله الا الله یعنی اعتقاد داشتن به آنچه میگوید و اقرار میکند و اعتقاد آن است که بر اساس علم و یقین باشد. دوم اقرار به زبان. سوم اعلام نمودن این عقیده و اقرار بر آن تا دیگران شاهد جریان باشند. پس اشهدو یعنی این جانب اعتقاد دارم و اقرار می کنم و شما را آگاه می سازم که احدی استحقاق الوهیت و تعظیم و پرستش را ندارد مگر الله جل جلاله. لا برای نفی جنس و الا برای حصر است و معنی جمله چنین است که معبود بر حق منحصرا ذات الله جل جلاله است و معبودی بر حق جز او وجود ندارد. اله یعنی معبود، کسی که قابل پرستش می باشد. گویا ما می گوییم معبودی به حق جز الله وجود ندارد و آنهایی که بدون الله مورد پرستش واقع می شوند عبادت آنها باطل و ظلم و طغیان است. الله عزوجل می فرماید اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایهم اقرب ویرجون رحمته ویخافون عذابه این عذاب ربک کان محذورا. کسانی را که آنان می‌خوانند خودشان وسیله‌ای برای تقرب به پروردگارشان می‌جویند، وسیله هرچه نزدیکتر و به رحمت او امیدوارند و از عذاب او میترسند، چرا که عذاب پروردگارت همواره در خور پرهیز و وحشت است. اولئک الذین یدعون یعنی کسانی را که اینها عبادت میکنند خود شدیداً نیازمند پروردگارشان هستند و نیازهای خود را آنجا برطرف میکنند و به سوی کسی دیگر برای نفع نیازهایشان متوجه نمیشوند. اینجا لفظ ربوبیت آمده است زیرا اجابت دعا و قبول توبه جزو ربوبیت است. این آیه در واقع توحید را تفسیر نموده است که باید بنده به وقت هر نیازی که برایش پیش می آید روی به الله جل جلاله بیاورد. همچنین الله جل جلاله می فرماید و اذ قال ابراهیم لأبیه و قومه اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانه سیهدین. و به خاطر بیاور ای محمد
انگامی را که ابراهیم به پدرش آزر و قومش فرمود من از آن که شما میپرستید بیزارم مگر آن کسی که مرا آفریده که او هدایتم خواهد کرد. همچنین خداوند تبارک و تعالی میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. آنها دانشمندان و راهبان خیش را معبودهایی در برابر الله قرار دادند. ارباب جمع رب است و در اینجا رب به معنی معبود است، یعنی آنها پیشوایان دینی و دراویش خود را معبود قرار دادند و در حلال و حرام از آنها پیروی می‌کردند. همچنین خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید و من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعضی از مردم معبودهای غیر از الله برای خود انتخاب می‌کنند و آنها را همچون الله دوست می‌دارند، اما آنها که ایمان دارند محبتشان به الله از مشرکان نسبت به معبودهایشان شدیدتر است. و نیز در صحیح مسلم آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هر کسی که به یگانگی الله اعتراف کرد و به آنچه غیر از او پرستش میشد کفر ورزید، جان و مالش مورد احترام و محفوظ است و حساب کارش در آخرت با الله است. همچنان الله جل جلاله می‌فرماید قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم شما و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد شدنش میترسید و خانه‌هایی که به آن علاقه دارید در نظرتان از الله و پیامبرش و جهاد در راهش محبوب تر است، در انتظار باشید که الله عذابش را بر شما نازل کند و الله جمعیت نافرمان را هدایت نمی کند. همچنین در روایت دیگری از انس رضی الله تعالی عنه که بخاری و مسلم آن را نقل کردند، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند 3 خصلت در هر که باشد شیرینی ایمان را درک خواهد کرد. اول، الله و رسولش نزد وی از همه کس محبوب تر باشند. دوم، محبت او با دیگران فقط به خاطر الله جل جلاله باشد. سوم، و بازگشت دوباره به کفر را همچون افتادن در آتش ناپسند بداند. و از ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که فرمود هر کی محبت و بغضش و نیز خصومت و صلحش به خاطر الله باشد، با این کار به مقام ولایت الله دست خواهد یافت، یعنی ولی خواهد شد. و انسان هرچند نماز و روزه به جا آورد تا چنین نباشد طعم ایمان را نخواهد چشید. ولی امروز بعضی برادری ها و محبت ها بر اساس امور دنیا پای ریزی شده و نتیجه مثبتی از آنها عاید حال مردم نمی گردد. و ابن عباس رضی الله تعالی عنه در تفسیر این سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید و تقطعت بهم الاسباب فرمود، یعنی اسباب مودت و دوستی منقطع می شود. یک از مهمترین مسائلی که بعد از ایمان به لا اله الا الله از هر مسلمانی مطلوب است، توکل به ذات پاک الله جل جلاله می باشد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. و بر الله توکل کنید اگر ایمان دارید.
توکل بر الله جل جلاله یکی از شرایط صحت اسلام و ایمان مسلمانان است. توکل اساس سایر عبادت‌های قلبی می باشد که عبارت است از به کارگیری اسباب و واگذاری امور به الله عزوجل. و متوکل کسی است که اسباب را به کار می‌اندازد و نتیجه کار را به الله جل جلاله می‌سپارد. توفیق را از او می‌خواهد و به کمک او برمی‌خیزد و یقین دارد بدون حول و قوه الهی کاری پیش نخواهد برد. پس توکل یک عبادت قلبی